همدیاران عزیز سلام علیکم. قرار داریم در خانه اکای عبدالله دهه بغلک شهر ایسار 5 سپتامبر 2024 و این کس بولوی انا همین لعلی یک چند انگورهایی که از خارج کشور وارد کرده و پرورش کرده ایستادن پیشنهاد کردن و حاضر از اکای عبدالله خواهش میکنیم که یک تک این انگورها رو با ما معرفی کنن. اکای عبدالله سلام علیکم. خوش آمده همه کسا بر گروه انگور و با شما و جان خوش آمده که رحمتی کلان شما ده که همین نمودای انگور شما دسترس کرده آوردی. امروز بالای دسترخوان ما در این نصف روزی من نگاه کنم من چی انگوره بهترین من شما تعریف کردم که آوردی گفته شما آخه من کجا تو من همه شما دسترس کردم. رحمت این مانیکور فینگر یک تا گوید کنی ها که مثلا همه دو انگوری بهترینه که حاضرم شما دام برداره اجاش نگاه کنه استدام خیلی هم خیلی استد بهترین انگوره مانیکور فینگر نی حالشو میابیم خدا خواهد من ده شما ده هست من ده هست شما ده نباشد از چیزی که شما ده هست میگیم باید یک لا برداشت رفتن گیره این خیلوین افسانه کشمیشی امریکایی کشمیش بهترین وقتی نی حالش رو داره داره این یک 90 دونه درخت داره حالی نرخش نمیگه نرخش که معنیق میشه دکبر با ای سال خیلی مثلا شال ارزان تر وقتی که 30 سال آدم گذاشتن که گریف آدم معرکه که شده یا معرکه دم بشینه همین دانه انگور دانه دار خوره یا سلفیت کم میکنه چخل هم دانه برورم ها در بین معرکه اگر مثلا انگور دانه نداشته باشه بهترینش همونه به ملول میخوره یا بار دیگه برداره برداره نشانته هم قبی نگاه کشمشی افسانه بهترین شد مونیدینه دیگر شو گریه کن انا این انگوری کشمشی اسکندری اوه یه تیلو برنگشت است شیرین اصلا که دانه همین مثلا نگاه کنید بدونه است بدونه کشمیش بهترین اینه بید بهترین انگور زرد شده چقدر چند تا نیحال داره بهترین شده یا اگر باشه اگر 20 درخت هست یا نیست آخه منم یک 20 30 تا میبرد منم خب مونه دیگر اشارید انا انگور ویلور 3 ماه شد یک انگوری هست که 95 100 روز این میپزه 3 ماه شد همین من نگاه کرده استودگی بوده کی بیا چشم افتاد آوردن تا امروز که همین نوار همدیران عزیز این من یکم برو میخورم این انگور رو در خونه که نه این انگور در حقیقت بر وقت میپزد این هم قدر سخت اکسی سنگ بوده من این ندارم من کمسو برای رکلام کردن اینا نگفتم من این درخت ندارم سال دیگه میشه اگر ای سال دیگه من همین کوشش میکنم که هیچ نمیشم یک 15 20 مثال بر وقت پز میاد بر وقت میپزه هم زیچ میشه انگورش هم سخت میشد که تا یک بسته شمالی اگر گیری بری این میره نه هم قد چقدر سخت است نبیده من میگم خب اینه چقدر سخت بسم الله الرحمن الرحیم مزه خوبم دارم در حقیقت شیرین کمبودش همین دانه همین انگور دانه دار کمبودش فقط دانه است انا بعد یا انگور دیگر انگور شینی مسکات رحمت شما دکی همون خواهر ما لیلا 6 7 قلمچه آورد یک قلمچه همینه شما ما داده یک بغم همینه ما پیوند کردیم شین مسکات بسم الله الرحمن الرحیم خودم کدایی بودم انا کوز میبینیم مزاج خیلی نکی شین مسکات وقتی که در کره میفروشن به نهایت خوشبو بعضی بس شیرین است و گیبرلین میزنن 2-3 مرتبه ما گیبرلین عموما نزدیم دانه دار است این خودش این دانه دار است گیبرلین که میزنن وای بدون میشه به نهایت شیرین به نهایت دانه دارد مزه دارد دیگرش رو بردارید یعنی انگوری اسکار کم ترک چقدر بازیبا رنگ انگوری که از رشته دانم نیولاشو دارید نیولاشو ندارید دارم یک 15 درخت باشه یا نباشه هم خیلی دارم شد مونید و سیاه بردارید سیاه
ویلیکا کانترک از آلویکا یک 20 روز پیشتر میپزن. این پسری آلویکا است. نه آلویکا پسری ویلیکا است. این پدری ویلیکا است. ببین کانترک وقتی پختنش رفته گه کانترک مویز شده گه بهترین هم که دونه دارد نه. این انگوری لاندش مزه مثل یک گلی لاندش هم گویم بسم الله الرحمن الرحیم. آزم مزه شو میگه و مزه شیرینی خوب است. کسی برای شیرینی با مزه یک مزه یک گل داره نکه همه خیلی انا برای هر کس کنه اگر برای باغش مثال ما این درخت ندارم باشم یک تا یا دو دانه هست ممکن خودمون رو در کار میشه باغ اکا اسکندر یا که باغ خودمون رو در کار میشه انا مثلا دارم یک انگور خوب است و هر کسی میکنه همه انگور ترند یا فیالت میشه بسیار یک انگوری بزیبه سخته چرسکی دانش تا 16-17 گرم میشد. یک انگوری بهترین همینم کنه میشه. فهمو آقا جون انا کشمشی بهترین افسانه و کشمشی اسکندری رنگ بینید رنگ دانش بینید که کلونی دانش رو بینید دست شلکاتون گیره نه بهترین همدوران عزیز من اکا عبدالله تلفنش رو میمونم مراجعت کنید نهال های اکا عبدالله خریداری کنید در پناه خدا باشید